بابی پاپرتون بابی پاپرتون. سلام. امروز رفتیم سراغ یه کلمه جدید به تتونه باهوش. اگه گفتی چیه؟ میاو. درست زدی. بله می مثل مادر. میدونم که امروز روز مادره و شما بچه های کوچولوی خوشبوی خوشمزه خیلی مامانتون رو دوست دارین. یادتون باشه مامانا همیشه خوب شما رو میخوام بچه ها. اونا دوست دارن شما بزرگ و دانشمند بشین، نقاش بشین، پیانیست بشین. بچه ها یادتون باشه همیشه حرف ماماناتون رو گوش کنین. مامان و بابا رکن اصلی زندگی شما. اونا باعث میشن شما تأمین باشین تو زندگیتون، راهتون رو درست یاد بگیرین و پیشرفت کنین. پس اگه میخواین که خوشحال بشن براشون یه کادو بگیرین، یه کادوی خوب بگیرین باباتون بگیره مثل ماشین. میدونم منظورم اینه که براش یه متکای خوب ببر، بگون مامانی دراز بکش ماساژت بدم. بعدش هم براش ملون بیار بخوره. میدونین که ملون چیه بچه ها؟ برای زیر کامنت کنین. خب بریم سراغ حرف می مثل مون. میدونین بچه ها باید مامانتون رو توی ماه ببینین. می مثل مون، می مثل مامان. خب بچه ها باید بگم که ماه و مون جفتشون ام دارن. بله مامان مامان وقتی که بچه بودی بهت چی میداد؟ شیر به انگلیسی میشه میلک. همه با هم بگیم میلک. خب بچه ها باید بگم که باید بریم سراغ سیاره پیسی ها. بله چی شد پریدری؟ سیاره پیسی ها. آره بچه ها مانکی چی میخوره؟ موز. میوه موز رو دوست داره. مانکی یعنی میمون. باید بهتون بگم که این نقشه راه رو یاد بگیرید. نقشه چی میشه به انگلیسی؟ درسته مپ. خب بچه خوب خوشحالم که تونستی ام یاد بگیری. ام توی انگلیسی و میم توی فارسی. یادت نره برام کامنت بذار، لایک کن. خیلی دوست دارم کوچولو. مطمئن باش که برات میخوام جمعه نقاشی های خوشگل بکشم. بریم سراغ کارتون. موافقین؟ بزن که بریم. خب بچه ها اینجا کارتونه ماداگاسکار رو داریم. کی ماداگاسکار رو دیدن؟ من که عاشق ماداگاسکارم. بعدش هم بریم سراغ مانسترز. بله مانسترز هم خیلی دوست دارم. این هم که از مولن. عکس بقیه کارتون هم